سلام به موبایل تکیای عزیز، من امیرحسینم. امروز زدیم با یه ویدیو دیگه در مورد آنباکس و نگاه اولیه به گلکسی A15 گوشی میان رده و اقتصادی جدید سامسونگ که توی بازار ایران هولوش قیمت 8 تا 9 میلیون تا 7 میلیون تومن این هولوش قیمت موجوده و میتونید اون رو تهیه کنید. این گوشی نسبتا مشخصات خوبی داره و نسبت به سامسونگ پارسال که گلکسی A14 بود مشخصات بهتری داره. پس بریم با هم ویدیو رو نگاه کنیم. لایک و فالو و سابسکرایب یادتون نره. خب بریم سر اصل مطلب، خود گوشی. اول یه نگاه به دور و بر گوشی میندازیم، در جعبه یه کات میزنیم، وا میکنیم و یه دیوایدر داریم توش. در دیوایدر رو وا میکنیم و طبق همیشه یه سیم بدون کلگی، دو سر تایپ سی و یه دفترچه راهنما. خود گوشی رو میکشیم بیرون. یه پلاستیک بسیار چسب محکمی هم داره، سامسونگ جدید چسبش خیلی محکم کرده. میکشیم بیرون و میبینیم سه تا دوربین، یه فلش، صفحه پشت از پلاستیک، دور فریم از پلاستیک و اینکه دکمه ولوم و پاور یه برآمدگی بیشتر دارن، تایپ سی و جک 3.5 رو پشتیبانی میکنه. خود گوشی رو میبینیم که توی هولوش قیمتی 7 تا 9 میلیون تومان با رام 6 و 8 موجوده. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون.